این سه تا از پرطرفدارترین رژ لبای نود دنیاه. اینو من نمیگم، کاربرای سایت شین گفتن. همه بلا استثنا نظر مثبت داده بودن. منم اومدم با هم تست کنیم. اولی از برند شیگلمه، رنگ 526. این هم خط لبه هم رژ لب. ببینید رنگش اینطوریه. خیلی نرمه. واقعا رنگش خوشم اومد. دومی لانگ مانی اینطوریه. نوکش کند. ببین مثل شیگلم چرب نیست، اما اینم راحته. ببین بافت قشنگی داره ها، اما اون توناژ نارنجی که داره من تو رژ لب دوست ندارم. بریم آخری. ایشونم کیو آی بست یا کی بست نمیدونم. رنگش هم 10. آها ببین این رنگیه که من دوست دارم. یه قهوه‌ای بدون قرمزی، بدون نارنجی. خیلی قشنگه. بله همونطوری که من دوست دارم، همون رنگ، همون بافت و از همه مهمتر پس نده. دقیقا هم قهوه‌ای که من دوست دارم. الان خود منم میرم توی سایت بهش امتیاز میدم. تا ویدیویی بعد.